پشتمونم باد خورد اصلا فردا نمیتونیم سر کار واقعا. آقا بریم ضبط موقعیت برگشتی کشتی شکسته رو خلاصه به مقصد برسونی دیگه. ذکر خیرها بسته، ذکر خیرها بین خودمون بمون. بریم. خب سلام، اپیزود 10 سیزن 2. فکر کنم گفتم یه معرفی بکنیم. من عماد هستم و تقریبا میشه گفت هست برنامه. هیچ گونه کار تکنیکال اینجا انجام نمیدم و خب دوتا علی و بامداد تمام بار فنی قضیه رو و کل حتی فکر کردن این که برنامه آیتما چی باشه و برای آیتما برنامه‌ریزی کنن و خب علی و بامداد انجام میدن که قشنگ پرباره. من یا اصلا مدت ها بود کامنت ها رو نخونده بودم. یه کامنت خیلی خوبی که بود که حالا شاید برای امسال دیگه نتونیم کار انجام بدیم. یه کامنت این بود که همونطور که ما الان 3 قسمت خیلی مدون و خیلی چارچوب دار داریم، یه قسمت هم اضافه شه به این عنوان که بیایم یه سری آموزش فوتبال باشه در حد 10 دقیقه. خب اینم به نظرم خوبه که حالا اینو باید ببینیم حالا واسه سال بعد که فکر کنم اون یکمی زمان میبره که بتونیم براش یه داستانی درست کنیم که از اول شروع کنیم و مثلا یه داستان 20 قسمته بشه که هر سیزن ما 20 قسمت تقریبا میشه. حالا اینم یه پیشنهاد خیلی خوب بود که گفتم که حداقل بدونن که ما کامنت ها رو هم میخونیم. من بس هفته پیشم که خب نبودم متاسفانه ولی خب بازیای نمیدونم دیگه اونو که دیگه هیچی. هفته قبل این هفته بازم دوباره یه مرور نتایج و بعدشم بریم واسه یه 3 قسمت برنامه. ریونز با بنگال 35-34 ریونز برد. خیلی فکر کنم تو این در موردش هم بازی باید زیاد باشه، همین که شاید جابجایی پاور رنکینگ ها و خوب بد زشت هم شاید باشه. جاینتس و پنترز برده. پتریتس هم که برز رو تقریبا رنده کرد. اصلا برز به نظر من نشون داد که تیم قابل اعتمادی نیست. 49ers تامپا بی رو برد خیلی نزدیک و چیفز هم با دنور رو که گلدن بوی برگشت. آره دیگه خیلی دیگه دارن بهش حال. درسته که هر هفته پیش من گوش میدادم شما گفتین که آره این تیم برنده است، ولی اگر یه موقع هم حس برنده نشته باشه تیم یه جوری براش فکر کنم بازی در میارن. آره Being crunched right there by Brandon Jones. New starter for the Broncos comes from the Dolphins. Gain of 2, flag thrown on the play. Can you let me know if he's close? Yes, Patrick. He's asking the official. Right, he's asking the official. Hey, can you let me know when the guy's close? They hit me. Come on. I don't know if I've ever heard that. No, but I love it. I never Patrick Mahomes just got caught on a national broadcast attempting to use the refs to cheat against the Broncos. Check this out. Can you let me know if he gets close? The announcers clearly identified what was going on and they tried to laugh it off, which just goes to show just how deep it is that the entire NFL understands that Mahomes is being given special treatment and refs are actually trying to help him win. It's become so obvious that when Mahomes got upset about the call against the Bills last year, a lot of people thought that that was just the NFL trying to throw people off the scent that Mahomes was being given preferential treatment. Now, after the entire world watched him try to cheat with the refs, don't be surprised if in the next game or two he's given a fine and they also see some bad calls against him, just to quiet people who are saying the NFL is rigged in favor of Mahomes. Now, recently there was a document that people tried to quickly cover up that suggested a deal between the NFL and Taylor Swift, that she would do the relationship with Kelsey, watch the Chiefs win games, and they would be given preferential treatment and a great shot to win the Super Bowl. And this year, it was supposedly supposed to help them go undefeated. But with the entire public aware of what's going on, will the NFL continue to rig games in favor of the Chiefs, or is this the end of the road? بیلز هم کولتس رو برد و استیلرز کاماندرز رو برد. من میخواستم لباس استیلرز بپوشم ولی چون برای در هفته 10 بالاخره بردم فانتزی و یه تیشرت برای خودم پوشیدم به عنوان فانتزی فوتبال منیجر. اینو هی از هفته اول میخوام بپوشم نشد دیگه. حالا بالاخره هفته 10 بردم. فکر کنم مثلا تو لیگ ما سابقه نداشته کسی 9 تا بازی پیاپی ببازه. وایکینگز هم جگوارز رو برد. چی؟ آره نه بچه‌ها آره
سینتس هم فالکونز رو برد و به چارجرز هم تایتنز رو برد، کاردینالز هم جتس رو برد با اختلاف زیاد و ایگلز و کابویز. من میگم دیگه در مورد کابویز صحبت نکنم و هیچ ویدئویی نذاریم دیگه، خودمون رو سبک میکنیم دیگه، خیلی چیزن. و لاینز هم تگزنس رو برد خیلی نزدیک لحظه آخری و الان هم It's been our absolute pleasure to have you on board tonight. Congratulations, Lions. My apologies. I was given this information. Yes! No, no! آخری و الان هم که دالفینز رمز و 23-15 برد. این خلاصه این هفته بود. خب علی و بامداد دیگه به میکروفون دست شما واسه 3 قسمت، یا اگر یه موقع چیزی داریم واسه شروع برنامه. آره اتفاقات عجیب غریب واقعا زیاد بود دیگه، لحظه آخری و کیکرام خوب خراب میکردن، از اونور خوبم بردها رو ایجاد کردن، نظر تاثیرگذار بودن این هفته در کل داستان. تا من یه نکته اضافه کنم، اگه اون تیشرت استیلرز رو میپوشیدی دقیقا اون ترندمون که همیشه با خوب هفته رو ندیده پیش بینی میکنی خلاصه همراه. آره اینو گفتم که بدون اینکه من هدفم تیشرت استیلرز بود، ولی دیگه گفتم این هفته رو واقعا به خودم یا حالی بدم. خب پس بریم واسه پاور رنکینگ. میگم خوب بدزش. خوب بدزش یه هفته نبودم یادم رفته ترتیباش چی بود. آره واقعا فکر می‌کنم بچه‌ها بیننده هم دیدن نبوده تو این هفته. من علی هم که خیلی همه چی رو تبلیغات میومد، ادورتایزمنت از اون ور میرفت، نمیدونم چیزا رو اشتباه میگفتیم، خلاص خیلی نبوده احساس شد. واقعا من اد کنم اون قسمت رو که حالا جدا از بار فنی که از قشنگی های این برنامه ما هر هفته اون ادیت هایی که اون کات هایی که توش ایجاد میشه، ویدیوهایی که میذاری همش 100% اماده. یعنی ما یه هفته خود کال رو من و علی به سختی بردیم جلو، چه برسه به کارهای فنی قضیه. خلاصه دمت گرم، مرسی که هستی و حسابی وقت میذاری روش. خوب هفته اماد دیگه، جدای از اماد بریم بقیه خوبهای فوتبالی هفته. من از استیلرز شروع کنم. همونطور که گفتم با فکر کنم اماد این تیشرت فانتزیشو در بیاری، زیرش تیشرت استیلرز رو پوشیده. بعد واقعا مثلا خیلی تیم خوبی هن، تیمی که همه واقعا رایت هافشون که هیچ فکری در موردشون نمی‌کردن که اینا قراره این فصل چیزی بشن. راسل ویلسون بعد از اون چهره بازنده در واقع برانکوز اومد و مثلا نقطه مرکز ثقل این تیم مربیش تاملینه و مربی که آمار برنده داره، هیچ وقت بازنده نبوده و در واقع آماراشون هم عجیب غریبه. مثلا راسل ویلسون 64% کامپلیشن داره، 100 پلاس ریتینگشه. مثلا خیلی عجیب غریبه و بازی سختی هم این هفته در واقع اومدن و بردن جلوی کاماندرز. بازی دیویژنال بود، همه جوره بازی مشکلی بود، ولی واقعا خوب هفته هستن. تو رنکینگمون هم بالا هم از آن تیمی که امسال واقعا میشه روشون حساب کرد، خیلی تیم خوبی هست. ادامه بدیم با خوبها. لامار خیلی این هفته خوب بود، اونم خیلی بازی سختی داشت، بازی قشنگی بود جلوی بنگالز. بازی هفته کوتاه هم بود، پنجشنبه بود بازیشون. دریک هنری خیلی خوب نبود، کیکرشون خراب میکرد، ولی لامار اصلا. و در نقطه مقابل هم جو بارو آن فایر واقعا. حالا اون مایندست برنده یواش یواش خودش رو اینجا، حالا لامار که واقعا خیلی میگم بهترین بازیکن، کاملترین بازیکن لیگ از لحاظ مثلا فنی و همه اینها. خلاصه لامار هم یکی از خوبهای لیگ. All of us, when you mention the top 10 quarterbacks of all time, everybody but Stan Marino in there. Never won a Super Bowl. Why does Lamar Jackson have to win a Super Bowl? That's one of the best players in the history of the league. I mean, last night, his defense is terrible. Derrick Henry didn't do much. He couldn't trust his kicker. Joe Burrow was on fire. He trailed 21-7, and he won the game. When they went for 2, did you ever for a second think Cincinnati would stop him?
I didn't. Lamar Jackson, remember when the big knock on him was, hey, he can't play from behind? This year, trailing 11 touchdowns, no picks, and a passer rating over 120. All he does is prove people wrong. If Dan Marino's a top 10 quarterback all time, and every list he makes it, where are his trophies? This is the greatest playmaker in the history of football at that position. Lamar Jackson has become the show Mythbusters. The only difference is none of the myths are ever true. Okay, you still got that one where he doesn't win enough in the playoffs. Keep doubting this kid. Go ahead, keep doubting him. لیک بود و دوست دارم یه خوبه یه ذره کانتروورسیال تر بگم. برایس یانگ به نظر من دوست دارم تو خوبها قرار بدم. 2 هفته است داره خیلی خوب بازی میکنه. مربیشون عوض کرد. یه مایندست به نظر من قشنگ اینجا اتفاق افتاد که پنترز گفت اوکی حالا ما که فصل رو دادیم بره، چرا هی بخوایم ادامه بدیم با یه کوارتربک قدیمی و پا به سن گذاشته؟ خب بیایم یه کوارتربک جوون رو بهش فرصت بدیم بازی کنه و همینطور تجربه کسب کنه. و واقعا این مایندست خیلی مایندست جالبی بود برای من به شخصه و من این هفته مثلا بازیشون رو خیلی دوست داشتم. حالا درست جلوی جاینتس بودن، توی خونه بودن، ولی واقعا با توجه به اینکه تیمشون در کل داره آماده میشه، بهتر و بهتر میشه، دوست داشتم یانگ هم برایس یانگ هم بذارم توی خوبها. و یه خوب دیگه همونم که دیفنس برانکوز بود. خیلی خوب بازی کردن جلوی در واقع چیفسی که در واقع بدون شکست هست. آلموست هم بازی رو برده بودن و قشنگ همه جوره محدود کرده بودن. ماهومزی که واقعا همیشه بازی رو در میاره یا داورا در میاره خلاص یه جوری و به خودشون باختن. به قول اماد همیشه این اصطلاح رو میگه، خلاص دن به خودشون باختن. اینا از خوبهای هفته بودن. تو خوب هفته به نظر من یه دونه مچ شدن راسل ویلسون با واید رسیورشون پیکن. آره. فکر کنم جز بازی خوبم علی شاید به نظر من الان 2 هفته پیاپی که با هم دیگه خیلی خوب دارن یعنی همدیگه رو درک میکنن در بازی همدیگه رو. آره پیکن فقط یه هفته خوب نبود. هفتم که ما شدیداً به تاچداونش احتیاج داشتیم و از قضا 2 تا تاچداون هم کرد، ولی هر 2 تا رو داور، یکی که اصلا میلیمتری رفت بیرون، یکی هم که داورا کنسل کردن. واقعا از اون روز ساله شوم باختم افتاد رو تیم ما. خلاصه دیگه همینطور داریم میریم جلو دیگه. در یه سری هم میگن این در واقع تلسم پسنراشه که پسنراشی ها دیگه تو فانتزی شاید خیلی نمیتونن جلو برن و اینا. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته دیگه. علی تو کامنتی نداری راجع به خوبها؟ نه خیلی خیلی درست بود حرفت. منم پیتسبورگ رو بهترین خوب هفته بخوام یکی انتخاب کنم همون پیتسبورگ که گفتی و یکی از بازیاشون هم گذاشتم. ایوه بریم به سراغ بعد هفته. به نظرم وایکینگز و سم دارنولد بعد هفته بودن و حالا دیگه به ما گفتن کابویز رو نگیم، ولی کابویز هم شما تو زشتامون میاریم. زشته کابویز این هفته گذاشتم خوزه، ولی وایکینگز و سم دارنولد 3 تا اینترسپت داد. بازیش خیلی گره خورد واقعا جلوی در واقع فکر میکنم جگوارز دقیقاً خیلی بازیشون گره خوردون وسط یه بازی که همه فکر میکردن سم دارنولد بیاد و این هفته واقعا خیلی ایدئال بازی کنه. خلاصه به نظرم خیلی بد بود و عملاً یعنی این لول از گره خوردن قشنگ تو بازی پلی آف اگه اتفاق بیفته اینا خیلی راحت و چون قهرمانی هم ندارن، یعنی کلا تو بازی‌های بزرگ تو باید اون مایندست رو داشته باشی، اون تفکر رو داشته باشی، ولی متاسفانه به نظر میاد که اون داستان رو ندارم و به نظرم بعد هفته بودن. کیکر سان فرانسیسکو هم به نظرم یه بعد دیگه هفته بود، 3 تا میس داشت و واقعا تیمشون رو برد تو کرانچ خیلی شدید و در نهایت حالا آخرین کیکشو زد و یه مقدار خودش رو یه مقدار سالویج کرد روز خیلی بعدش، ولی خلاصه اینم یکی از آیتم‌های دیگه بود که کیکرها خیلی هم تاثیرگذار و هم میتونستن عامل باخت باشن. عامل برد منم بود دیگه. آره اون میزد بیرون و من دقیقاً تو تیم مقابل چون این کیکر داشت اون هی امتیاز منفی میگرفت. خیلی در فانتزی یعنی اون ایناش خیلی جالبه که تیم حریفت اینجوری خراب میشه بازیش. آقا move on to game man.
Hey, I'm fucking somebody up. Hey! What the fuck is this? Did you see this? I can describe all of them. Please move to the side of the car and put your hands on. آقا move on to زشتای هفته. یه زشت ویژه داریم که میخوام آخرش بگم، ولی از اول شروع کنیم. برز به نظر من واقعا تیمش خیلی اصلا بد بود این هفته. تو بازی خونگی 9 بار کوارتربک بیچارهش سک شد به نظر من و سک شد و این خیلی چیز عجیب غریبی بود. جلوی پیتریتسی بازی میکرد که خب اونم خودش واقعا تیم بحران زده، کوارتربک جوون، وسط فصل کوارتربکشون عوض کردن اصلا کلا. من خیلی ضعف مربیگری رو توشون میبینم. مربیشون واقعا در قواره تیم نیست. یه مقایسه‌ای که میکنن از اون شان پیتن با مثلا بونیکس، میگن براش مثلا یه سری پلی کالایی ایجاد میکنه که اون داره واقعا رایز میکنه تو بر اساس در واقع داشته‌هاش، بر اساس اینکه کوارتربک جوان هست. ولی خلاصه برز مربیش هم اون کار رو هم حتی نمیتونه برای کوارتربکش انجام بده. یه سری برد این وسط داشتن ولی واقعا این بازی اصلا خیلی خیلی ابتدایی و خیلی ضعیف بود و تنها تیمی هستن که همیشه اولین امتیاز و حریفشون جلوی اینا گرفته. یعنی هیچ وقت اینا از ابتدای بازی جلو نیافتادن در کل لیگ و اینم یه آماری بود خیلی برای من جالب بود، دوست داشتم بیام اینجا بگم. و خلاصه خیلی به نظر من زشت هفته بودن. حالا تو دیویژن ما هم هستن حالا جلوتر، ولی من چیزی ازشون نمیبینم. به قول علی اون همیشه طرفداراشون هم سریع جوگیر میشن، خوشحال میشن بعد یه برد، ولی واقعا این تیمی که من ازش دیدم خیلی خیلی بد بود. یه زشت ویژه دیگه هم داریم که در واقع استادیوم $1 میلیون کاوبویز بود. میگن کاوبویز رو نگید آقا دیگه، اینا خیلی بدن، هم میدونن که بدن. حالا بازیشون که بماند خیلی اصلا بازی بدی بود. کوارتربک دومشون بازی رو شروع کرد، بعد اصلا اون رفت کنار و تری لنس فکر میکنم اومد در ادامه اونم خیلی بد بود. همون حرکت اولش سک شد و اصلا من خودم خیلی تو کرینج بودم، اصلا احساس بدی داشتم واقعا. چهره های تماشاچی‌هاشون حالا اماد فکر میکنم بذاره توی کات همشون خیلی دسپریت و خیلی ناراحت و خیلی خلاصه در مورد استادیومش میگفتن که این نور سانست افتاده بود تو چش در واقع سیدی لم و اون نتونست یه تاچداون خیلی واضح رو بگیره که خیلی میگفتن واقعا این جری جونز حتی در ساخت استادیوم هم یعنی پول زیاد خرج میکنن و خروجی میشه یه چیزی مثل دک پرسکات یا کل مجموعه تیم کاوبویز. خلاصه این هم از زشت ویژه هفتمون بود. انگار جری جونز دست گذاشته روی کوارتربک داکس و انگار شروع کرده به مذاکره کردن باهاش. الان فکر کنم روکیا اصلا تمرکزش رو به هم میزنه. حالا این داکس هم که تیم حالا خوبیه دیگه از الان میفته رو سرپایینی دیگه. طرف میدونه که از فصل بعد باید بشه سوژه زشتای هر هفته پادکست ها. آره واقعا این هم از زشتای هفته هم. خب خیلی هم عالی بود. بریم واسه بازی های هفته. بازی هفته من داشتم این زشتای هفته رو فکر میکردم ببینم چیزی هم به ذهن من میرسه. متاسفانه تو بازی‌های هفته پیدا نکردم. حالا اماد اگه تو پیدا کردی بذار. بعدم یه اتفاق زشتی که این هفته افتاد این بود که یکی از این آفنسیو لاین‌های هیوستون توپو از کوارتربک خودشون فامبل کرد. یعنی حالا صحنه‌شو پیدا می‌کنم برای مثلا خیلی صحنه خنده‌داری. من هرچی گشتم پیدا نشد تو این سایت، ولی زشت هفته واقعا آفنسیو لاین هیوستون. من موندم این بازی رو چطوری باختن اینا. جرد گاف 5 تا اینترسپشن انداخت و اینا همچنان بازی رو باختن و از اون تیمایی هن که به نظر من کوارتربکشون حروم میشه و متاسفانه فکر کنم مصدوم شه تو هر بازی کلی داره سک میشه و سریعتر باید یه راه حلی براش پیدا کنه. اصلا سابقه هم نداشته اینقدر یه تیمی عقب بیفته و در نهایت بتونه بازی رو برگردونه و ببره. خیلی با اون همه اینترسپشن دقیقا اصلا یه سری اتفاقات تاریخی افتاد تو این بازی و اصلا خوبم بازی نکردن. یعنی اگه خوب بازی میکردن هم فکر میکرد که خب
مثلا دارن ریسکی بازی میکنن اینترسپشن. نه اصلا اینطوری هم نبود. و ولی من به عنوان یه طرفدار پکرز خیلی ناراحت نیستم دیترویت ببره، چون به نظرم دیترویت اگه بهترین تیم NFC بشه و پکرز بره پلی آف و خوب باشه، حداقل اون بازی آخر ما میریم توی دوم و یه استادیوم سرپوشیده و اینا باز، به جایی که باز دوباره مرحوم لمبا و بارون و برف و این اتفاقا رو توی گرین بی داشته باشیم. طرفدارای خودشو داره علی، اون اصلا دای هارد فن های پکرز بگی میگه آقا نه این چه حرفیه، ما میریم اونجا، ما میریم تو گل و لای و اینا. آقا تو گل و لای اصلا نمیشه پلی داشته. اینا هم پکرز هم خیلی غیر و اطفار داره، خیلی آپشن داره و این بازیکن میدوه این میدوه. تو گل اصلا نمیشه این کار رو کرد. تو گل فقط بدید رانینگ بک ران کنه دیگه. اصلا ما دوره بود که ادی لیسی میدوید میرفت آره اون موقع آقا جواب میداد، ولی واقعا منم اصلا بازیشون هم با لاینز اون هفته آره متاثر از به زمین باختم. من 5 تا دراپ داشتن. حالا یه ذره چیز شد دایگرس کردیم از برنامه، ولی خلاصه که زشت هفته آفنسیو لاین هیوستن. آره عجیب بود راست میگی، چرا گاف جز چیزای بامداد نبود، جز بعد یا زشت هفته؟ خیلی 5 تا اینترسپت خیلی آره بد. 5 تا دیگه بازی رو برده بودن. دوستش داره. آره گفتیم دیگه گلدن بوی بامداده، هرچی گلدن بوی یه چیزه. آره Intercepted. That is 5 interceptions for Goff in 36 plus minutes. Kalen Bullock gets his 4th. Just a put it up ball. ولی آره خوبه به نظرم. همه حریفای پکرز نشون دادن که توی NFC آسیب پذیرن و اگه واقعا پکرز سویچش رو روشن کنه میتونه ازشون ببره. خب بریم پلی آف ویک. من 4 تا بازی انتخاب کردم، از 4 تا پلی انتخاب کردم از 3 تا بازی. اولین بازی ترزدی نایت. به نظرم این یکی از بهترین بازی‌های فصل بود، بهترین بازی این هفته بود به نظر من. دیویژنال گیم، 2 تا کوارتربک خیلی خوب و این بازی از لامار جکسونه. لامار جکسون به نظر من کاندیدای MVP امسال و من اگه قرار باشه بت بذارم روی لامار جکسون میذارم. یه لحظه اجازه بدید من این صداش روی لامار جکسون میذارم. دلیلش هم اینه، ببینید این بازی‌های این هفته‌های پیش هم من بازی‌های اینطوریشو نشون دادم، واقعا بی‌نظیره. نزدیک 120 یارد میدوه تا بتونه توپو برسونه به 1 یاردی. توش تاچداون نمیشه، ولی یه بار دیگه از اینجا ببینیم این دیگه واقعا پلی کالینگ مربی و اینا نیست، اینا دیگه همش هنر بازیکنه و اینجا نزدیک 5 نفر از دفاع بنگالز رو با این حرکت ها ناپدید میکنه و واقعا این اکس فاکتوریه که هر کسی نداره. حرکت دومی که گذاشتم از اون یکی کوارتربک این بازیه. اینم به نظرم یکی از صحنه‌های دیدنی هفته بود. جو بارو، به نظر من جو بارو و جامار چیس واقعا بازیکنایی هستن که این رکورد 4 و 6 تیمشون نشون دهنده قدرتشون نیست. واقعا به نظر من بنگالز برمیگرده، ولی شما این صحنه رو هم ببینید. توی CRD خودشونه تازه توپو گرفتن بعد از اینکه تیم حریف تاچداون کرده. بسم الله الرحمن الرحیم 70 یارد تاچداون میکنن، نزدیک 15 ثانیه. البته با این قرائت‌وار آقای چیس نزدیک 15 ثانیه این درایو طول کشید و واقعا به نظر من چنین کارهایی توی NFL خیلی سخته و دمشون گرم. خیلی پلی خوبی بود. پلی سوم این هفته همون پلیه که در موردش صحبت کردیم، پلی بلک ماجیک یا جادوی سیاه چیپس واقعا الان 9-0 ولی به نظر من به هیچ وجه یه تیم 9-0 نیست و واقعا هر هفته با شانس و اقبال و دفاع خوب دارن میبرن
و این هفته دیگه اتفاقی افتاد که تو اردر هیل مریه، یعنی اتفاقیه که هر چند سال یه بار اتفاق میفته توی NFL. 1 ثانیه مونده بازی تموم شه، 35 یارد که تقریبا میشه گفت اتوماتیک این گله. دنور باید یه فیلد گل بزنه، دنور 14 اونا 16، اگه فیلد گل رو بزنن میشن 17-16 میبرن. 99 دار از 100 باری که این اتفاق میفته این تو گل میشه. ولی ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. گوشه سمت چپ رو ببینید، دفاع چیپس از گوشه سمت چپ میاد و این توپو بلاک میکنه. کودوس واقعا خیلی خیلی اسپشیال تیم پلی قوی بود، ولی از فاکتور شانس هم نمیشه گذشت و واقعا به نظر من تنها من حس میکنم یکی از معدود تیمایی که میتونست این تیمو ببره همین دنور بود و بعید نیستش که چیفز به مرحله اینکه همه بازیاشو ببره برسه. ولی واقعا خوب. چی شد؟ هیچی برو. نه هیچی، میخواستم بگم اینو نبند. من در مورد این یه ویدیو دیده بودم، حالا میخواستم اینجا با هم دیگه چیزش کنیم. این بود که بازی دفاع سمت چپ شماره 54 فکر کنم، خب بعد اونجا میگن که این خالی میده و توی ویدیو وقتی صحنه آهسته میکنن میگن اگه دقت کنی یکی با یه ضربه آروم میزنه و این میفته و همونه که بلاک میکنه. میگن این بازیکن خالی داده. میگن یه آدمی با این وزن هیچ موقع اینطوری چیز نمیشه، یعنی که مثلا مقاومتش نمیشکنه، یا اینکه یه مشکلی بوده. همه میگن یا اینکه بالاخره باز چیفز یه موقع پولی داده، یا اینکه هر دلیلی بود. میگن که خیلی چیز نیستش و میگم حالا من اگه ویدیوشو پیدا کنم اونو میذارم که نشون میده که پای تکیه‌گاهش، میگه این پای تکیه‌گاه کسی که میخواد دفاع وایسه نیست و یه سری چیزا رو میزنه. حالا میگم دیگه این چیزا وقتی که یه تیم اینطوری میبازه از این حرف و حدیثا زیاد پیش میاد دیگه. ولی خب حالا جالبه اونم حالا میذارم شاید. ولی آره دنور تو فصلهای پیشم یکی از معدود تیمایی بود که میتونست چیفو ببره. برای همین من فکر میکنم که خیلی بازی مهمی بود و دنور هم خوب بازی کردن. واقعا دفاعشون همونطور که بامداد گفت جزو خوبای هفته بود و بهترین خوب هفته به نظر من پیتسبورگ. بازی خیلی سختی رو بردن تو خونه حریف. 7-2 واشنگتن، اونا شدن 7-2، واشنگتن شد 7-3 و جفت تیما خوب بودن. بازی خیلی خوبی بود و این به نظر من پلی آف دی ویک بود. پیکنز، راسل ویلسون به پیکنز توپ میره توی گوشه سمت راست ردزون. این یه ترویه بهش میگن بک شولدر. هدفش اینه که وقتی کورنربک و واید ریسیور دارن میدوان، توپو کوارتربک به اون شونه واید ریسیور میندازه که کورنربک سمتش نیست. یعنی اگه کورنربک سمت چپ واید ریسیور میندازه سمت راست. و اینجا ببینید که چقدر زیبا پیکنز این توپو در آورد، چون من نظر من ترو هم خیلی ترو خوبی نبود. وسط ترو فهمید که بک شولدر ترو به سمت چپش انداخته و همونطور که داشت میدوید مجبور شد که پاسچر خودشو اصلاح بکنه. اینجا این بلاک خیلی خوبه شماره 84 هم ببینید اینجا تازه فهمید که باید بره سمت چپ و این واقعا به نظر من هم ژیمناستیک داره، هم فوتبال داره، هم این اون چیزیه که ما رو عاشق NFL میکنه. کدوم ورزشی شما میتونی یه همچین حرکتی ببینی؟ هم ژیمناستیک داره، هم فوتبال داره، هم والیبال داره. واقعا دمش گرم. خیلی خیلی حرکت خوبی بود. عالی بود علی، مرسی. همه بازی‌های خوبم کاور کردیم. بریم واسه قسمت جذاب برنامه کاور رنگ. آره من می‌خواستم Get out of the way!
آره من می‌خواستم بچه‌ها واسه من بگم جذابه که تیشرت تنم، الان چون تیشرت تنم نیست زیاد جذاب آره. نیست، ولی تو دلم چیزه. آره اتفاقا من میخواستم یه چیزی اد کنم به اون بازی برانکوز و چیفز که علی واقعا بلک ماجیک و وودو و هر چیزی که خلاصه اونا به کار بردن. من این هفته من توی لیگ سروایوالی هستم که خب فقط باید برنده رو پیش بینی کنی و وقتی که تیم برنده رو پیش بینی کردید دیگه نمیتونید اون تیم رو پیش بینی کنید و نزدیک مثلا 10,000 نفر شرکت کننده اول بود، الان رسیدیم به 1000 نفر و در واقع در نهایت کسی که میمونه اسمش هم سروایوال دیگه، اونی که تهش همه رو درست پیش بینی کرده اون خلاصه برنده اون داستان میشه. و من این هفته رو چیفز گذاشته بودم و اون لحظه آخر واقعا فقط چشمامو گرفته بودم و واقعا حالا هم تیم فانتزی اونم باخته بود، خیلی دراما اون لحظه زیاد بود و وقتی واقعا این توپو بیرون زد اصلا مونده بودم که مگه میشه اصلا، یعنی چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چون واقعا فاصله‌اش هم فکر می‌کنم 20 یاردی بود، یعنی اصلا نشدنی بود خراب شدنش. خلاصه خیلی ما هم یه ذره پوش کردیم ولی اون بلک ماجیک رو آره خلاصه که آقا بریم سراغ پاور رنکینگمون. این هفته یه سری تغییرات داشتیم توی این پاور رنکینگمون، از در واقع از تیم دهم شروع کنیم که 49ers هست. همچنان مثل هفته پیش من موقع تیم دهم گذاشتمش، خیلی بازی نزدیکی رو با باکنیرز در واقع تامپا بی بردن. تامپا بی 2 هفته است که بیچاره همینجوری لوزر میشه، اون هفته جلوی چیفز بود، این هفته هم اینجا جلوی ناینرز و به نظرم تیم ناینرز تیم خوبیه، داره یواش یواش برمیگرده. مک‌افری هم برگشته بود، بارک فیلد هم خوب بود، اصلا دیو ساموئل رو داشتن، تیمشون آروم داره مسئولیت‌ها و اون عوارض اون مسئولیت‌ها رو در واقع پشت سر میذاره و به نظرم بهتر میشه. حالا همچنان باید ببینیم که چیکار قرار بکنه. کاماندرز باخت بازیشو، بازی حالا خیلی نزدیک بود، همچنان تیمش خیلی خوبه، 7 برد داره همونطور که علی گفتش و واقعا به نظر من میتونیم همچنان تو 10 تیم اول لحاظش کنیم. تیم نهم هست پکرز، یه ذره همینطور داره میاد پایین‌تر، حالا بایویکش بوده، خب تیم‌های دیگه بردن و جای پکرز رو گرفتن. خیلی امیدوارانه پاور رنکینگ خیلی بیرحمه. آره واقعا همینطور میاد تیم‌ها، واقعا خدا نکنه بایویکشون باشه و اگه تیم‌های دیگه ببرن میاد خودتو نشون ندی میای پایین. آره دقیقاً. من هنوز خودم دوست دارم واقعا یه اکشن خیلی خوب از پکرز ببینم. اون هفته خیلی منو دیساپوینت کرد واقعا اتفاقات اون هفته و حالا چون جردن لاو به نظرم یه ذره شیکیه، یعنی هنوز نشون نداده که هم بازی خیلی بزرگ داره، هم یه دفعه مصدوم میشه و همین حالا باید بیشتر ازش ببینیم. هفتم استیلرز آروم واقعا داره برمیگرده، یعنی جاشو داره پیدا میکنه، واقعا هیچ کس فکرشو نمیکرد ولی آماراشون خیلی عجیب غریبه، مربی خیلی خوبی دارن، در کل تیمشون داره جاشو پیدا میکنه. یه بازیایی اون جاستین فیلدز رو میارن، یه بازیایی البته الان فکر کنم دیگه راسل ویلسون در واقع کوارتربک اصلیشونه که به قول ما با پیکنز با ناجی هریس مصدوم شد البته این هفته، حالا باید ببینیم دوباره برگشت ولی خب اگه مصدومیتش ادامه دار باشه یه ذره ممکنه تریکی شه. ششم ایگلز دارن هر هفته میبرن، یه ذره اون جنجال‌های اون مربی و کاراشون رو گذاشتن کنار به نظرم و ایجی براون برگشته، اسمیت مصدومیتش پشت سر گذاشته، ساکون بارکلی خیلی خوبه، هرت خودش این هفته فکر می‌کنم 2 تا یا 3 تا تاچداون کرد، اصلا خیلی دیگه عجیب غریبه. حالا هنوز MVP نیست در قواره MVP ولی واقعا داره همون کانسیستنسی یک کوارتربک خیلی بزرگ و همچنان داره ادامه میده و الان تو این چند فصل هم همیشه ازش اون لول رو دیدیم. آقا میریم 5 تا اول. بیلز تیم پنجم، دوست داشتم بالاتر بیارمش، حالا واقعا به نظرم داره تو مسیری میره که هفته بعد میاد بالاتر، چون چیزی که از در واقع تیمای 4 تا تیم اول که 3 تاشون خوب قطعی هم و تیم چهارممون که وایکینگز بوده دیدیم، مثلا وایکینگز این پتانسیل داره که پایینتر بیاد و بیلز بیاد و جاشو بگیره. بازیشون هم این هفته با کولتس بود، قشنگ اومدن بردن، هر هفته خیلی مسلط میان میبرن و این
نکته خوبشونه. وایکینگز تیم 4م در این حال بردشون یه ذره شیکی بود، ولی خب همچنان به نظرم مربیش خیلی مربی خوبیه. این بازی خیلی کم دیدیم از سم دارنولد و در واقع جفرسون و چیزام کم مصدوم شد. تو این فصل 4 بار داره مصدوم میشه میره بیرون رانینگ بکشون ارون جونز و این یکم به نظرم نقطه ضعفشونه که واقعا رانینگ بک خیلی تاثیرگذاره توی تیم و شاید اون مسئولیت ارون جونز واقعا داره تاثیر میذاره. میریم ستای اول ریونز. خب واقعا کانتینیوسلی داره میبره. در این که سومه فقط صرفا اینه که دو تا تیم اولمون که در واقع تغییر رنکینگمون در واقع اینجا اتفاق افتاد. لاینز تیم دومه و چیفز واقعا دیگه من مجبورم که بذارم به خاطر دیگه واقعا هم باعث شد که ما سروایو کردیم این هفته، همین که واقعا تیم دیگه بدون شکست دیگه به پادکست ما ایراد میگیرن که آقا شما چرا تیم بدون شکست رو میذارید تیم دوم. از طرف هم لاینز هم واقعا این هفته خیلی بد بود دیگه، یعنی اون تیم با اینکه برد ولی خب خیلی شانسی برد، اون آخرش برد و در واقع چیفز هم شانسی برد، ولی خلاصه بین این سه تا خیلی سخته دیگه انتخاب کردن، چیفز، لاینز و ریونز. باید دید که هر کدوم یه ذره اشتباه کنن. این هفته هم که هر سه بردن بازیاشونو و فکر میکنم تغییری که تو ذهن خودم دارم در آینده احتمال اتفاق بیفته بیلز و ایگلز بیان بالاتر، وایکینگز ذره بره پایینتر و پکرز امیدواریم که جنگنده تر بیاد و خلاصه بیان بالاتر. من یه چیز دیگه اضافه کنم، داشتم فکر میکردم که NFL خیلی مومنتوم توش مهمه. مومنتوم یعنی این که یه تیم نمیتونه 18 هفته هات باشه، خیلی کم پیش میاد، مثلا پیتریت یا شاید امسال چیفز. برای همین خیلی به نظر من مهمه که شما کی پیک بزنی، کی شروع کنی هات شدن. و حالا فرض کن اگه قرار باشه این پاور رنکینگ رو ما برای مومنتوم بسازیم، یه سری تیما با اینکه تو این رده ها پایین ترن ولی واقعا هات شدن. مثلا به نظر من ایگلز تیمیه که اول فصل خیلی شیکی شروع کرد ولی الان واقعا هات شده. از اون ور یه تیمی مثل وایکینگز به نظرم مومنتومش منفیه، داره میره پایین. و پیتسبرگ یه تیم دیگه است که به نظر من مومنتومش بالاست و من خیلی امیدوارم که پکرز هم بعد از بای مثل سال پیش که بعد از بای اومدن و با یه مومنتوم خیلی خوب فصل رو تموم کردن این فصل هم داشته باشن و خیلی خیلی هفته های جالبی. دقیقا فوتبال سیزن تازه شروع شده، نوامبر، تانکسگیوینگ، کریسمس. آره looking forward توش. آره تو اون هفته هم میگفتیم دقیقا تایم خوب فوتبال سیزن از الان شروع میشه دیگه. اون شبهای سردو که میشینی فوتبال میبینی کل روز و خسته هم نمیشی واقعا تا آخرین لحظه دیگه. درسته. آره فصل جالبیه به نظر من خیلی. حالا چیپس خیلی داره واقعا. اماد باید یه تیکه‌ای داره که جسی پینکمن در مورد والتر وایت میگه که این همیشه چرا همیشه در میره گدوی میکنه. خلاصه باید اونو اماد اد کنه به عنوان یه میم برای اینها واقعا. ولی واقعا گدوی میکنن هر سری، یه راهی پیدا میکنن یا تیم حریف خراب میکنه یا اینا. این بازی دیگه واقعا تهش بود دیگه، خیلی بازیه، خیلی هم فشار اومد روشون و در نهایت بازم این بازی رو بردن. پلی آف واقعا خیلی دیدنی میتونه باشه تقابل بین این تیم ها. الان این تیمایی که این بالان کوارتربک‌هاشون ترامپی بودن یا کامالایی بودن؟ ما دیگه مباحث سیاسی رو ما به خاطر یه دلیلی هم که چیپس اومد بالا به خاطر اون رنگ قرمز دیگه که رنگ آبی دوم شد و رنگ قرمز اون بالا اول. Down to one last play and it's going to be getting longer by the second. You're all the way back at the 30-yard line. Now you can step into it. Here comes the Hail Mary with the game on the line and the ball is caught! Caught! It's a miracle! اون به منظور پرسپولیس استقلال بود میدونم، نه سیاسی نبود.
من منتظر بودم هفته پیش تا آخر که گوش میدادم نودیس در مورد انتخابات باشه، ولی خب هیچی نبود. یه صحبت ریزی کردیم که جری جونز. آره اون اولش ضد خیر بود. خیلی کردیم. خب پس بریم واسه قسمت آخر پیش بینی ها. این we start to dance and I'm singing like I want something just like that. I feel over now, but I feel it still. I want you to be happier because I'm happy when I'm wiser and I'm older. 'Cause you make me feel right. It goes on and on and on. این هفته به چند تا بازی خیلی خوب داریم. اولیش کاماندرز و ایگلز. پنجشنبه است بازی. پنجشنبه است. خب پس در زمین ایگلز هم هست. چقدر بازی خوبیه واقعا. ایگلز دیگه من خودم بهشون علاقه هم دارم. ایگلز به نظرم آره به نظر منم خیلی بازی خوبیه. جفت تیما هم واقعا خوب دارن بازی میکنن، نتایج خوبی هم گرفتن. به نظر منم ایگلز ولی بازی نزدیک و زیبایی خواهد. موافقم باهاتون. بازی بعدی ریونز و استیلرز. اینم خیلی خوبه واقعا. اینم دیویژنال. آره دیویژنال. جفت تیما دوباره خوب. من فکر میکنم این بازی رو استیلرز میبره، برای اینکه مایک تاملین به بقیه لیگ میاد نشون میده که چطوری این لامار جکسون رو مهار کنه. میزبانش استیلرزه. استیلرز آره. آره بازی سختیه به نظر منم دوست دارم استیلرز ببره واقعا. دلم خود لامار یکم بیشتر چالش شه و یکم بیشتر اذیت شه از آره منم استیلرز رو انتخاب میکنم. خب بازی بعدی هم سی هاکس و 49ers. اصلا 49ers میبره. سی هاکس واقعا خیلی خوب نیست این فصل. آره من یه پرانتز کوچیکی باز کنم در مورد پلی آف پیکچر که تیمایی که الان توی پلی آفن بر اساس بازیایی که الان شده و پکرز تیم هفتمه و آخرین تیمیه که میره تو پلی آف با توجه به نتایج الان و 5 تا تیم دارن پکرز رو دنبال میکنن که 49ers، سی هاکس، باکنیرز و بیرز تیمای مهم میشن. بر همین این بازیه که از اون بازیاییه که شاید برای پلی آف پیکچر هم مهم باشه و به نظر من 49ers میبره این بازی رو، برای اینکه 49ers هم مومنتوم خوبی داره و کلا تیم خوبی هم هست. درگیر مصدومیت و اینا شدن ولی الان دارن برمیگردن و CMC هم برگشت. حالا بازی بعد قدرت خودشون رو نشون میدن و بعد هفته بعدم فکر میکنم پکرز باشون بازی داره اگه اشتباه نکنم، یا هفته بعد یا 2 هفته. حالا اتفاقا ایده خوبیه که در کنار پاور رنکینگ میتونیم بیایم اون نمودار پلی آف پیکچر رو بذاریم. این دهانتو این دهانتا رو بذاریم و اونم ایده خوبیه که به بچه‌ها ایده خوبی میده، بیننده ها که واقعا کی کجای این جدوله. آره. بازی هفته هم میشه چیفز و بیلز. آره اینم بازی خوبیه در سرمای جانسوز بافالو. من واقعا امیدوارم بیلز ببره چون دیگه واقعا بسته دیگه بابا. بسته دیگه شدیم دیگه. این بلک ماجیک و
اینا رو جمع کنن دیگه. آره ببره خوبه دیگه، رنکینگ هم میاریمشون دوباره پایین سر جاشون که دیگه به نظر منم میبرن واقعا. بیلز هم خیلی خوب داره بازی میکنه، ولی اگه واقعا اون ورش اتفاق بیفته دیگه کی میتونه جمعش به کجا کنه؟ پناه ببریم واقعا دیگه. این بارم دست نمیده دیگه احتمالاً بازم با چیز دیگه. بازی قبلی بود کی بود؟ پارسال بود یا بازی قبلی بود دیگه یادم نمیاد، ولی یادمه که باخت و دست نداد و رفت. آره ماهومز در واقع دست نداد. آره. و بازی آخر دربی تگزاس. اینو فقط واسه خنده گذاشتم. من واقعا من موندم که آقا این تیم دالاس توی گاربیج کنه، بعد همه بازیاش توی پرایم تایمه. یعنی این بازی هم فکر کنم دوشنبه است. یعنی یه اثبات به این زیبایی رو ما باید بیاریم دوباره مایک مکارتی و اون یارو توپولیه زیمر و اینا رو ببینیم دوباره 34-3 ببازن و برن خونه. همینه که به دیزن گرونترین باچه ثروتمندترین باشگاه تو قشنگ زمانهای خوب، تبلیغات‌های خوب و تبلیغات و یعنی واقعا این همه به قول از المثل ایرانی آفتاب لگن 7 است ولی شام و نهار هیچ. خلاصه اینا رو گفتم که بگم قطعا به نظر من تگزانز میبره. آره و نکته خوبش هم این بود که این فصل دیگه دمبویز و این داستان یعنی زیادم نبرد، یعنی نه تنها که نبردن که خیلی هم باختن دیگه، ساکتن دیگه، هم دارن اذیتشون میکنن حسابی دیگه. نکشید با آخر فصل که زمزمه قهرمانی سر بدن و نمیدونم در چیز کنن و خوشحال شن و دیگه کسی رو معطل نکردن دیگه. دمشون اینش خوب بود واقعا به نظرم براشون. مثل مصاحبه که گذاشته بودم از دک پرسکات، گفته بود 2024 دیگه بردیم دیگه تمومه. یاد یکی از دوستان که میگه پکرز امسال دیگه تیم خوبیه افتاده دیگه. مسئولیتش جوریه که برمیگرده همسترینگه یا نه تموم شد؟ سیزن اندینگ بود. آره نه جراحی کرده تموم شد دیگه. هم فکر نکنم برای دالاس بازی کنه مگه اتفاق عجیب غریبی بیفته. آره منطقیه دیگه. What's up, Cowboys Nation? Dak here. The ink is on the paper. The deal is done. Super thankful. Thankful for that. Thankful for the Jones. Thankful for all of you, the support. Excited to be here. Another 4 years. Keeping the main thing. Now it's time to go win. Go Cowboys. میتونست واقعا بازیکن بهتری باشه فکر کنم در یه تیم دیگه ای. من موندم چرا مربی‌ها رو عوض نمی‌کنن تو این، چون تو لیگ امسال خیلی دیگه راحت مربی‌ها با شرایط خیلی کمتر از این تیم مربی عوض شده. مثلا رابرت سالاح مربی جتس بیچاره بهتر از اینا داشت بازی می‌کرد عوضش کردن. در مورد جتس هم رفتی صحبت نکردیم که چقدر آگلی بودن. وای این آره گفتیم یه ذره دیگه آگلی‌ها رو تغییر بدیم دیگه. همیشه ایران راجرز و دک پرسکات اون تو نشسته بودن دیگه. یه کامنتی هم که از دوستان گفت که آقا ول کنید دیگه، شما هی در مورد پکرز هم که حرف نمیزنید، فقط در مورد اونا حرف میزنید، هی میکوبید. یه ذره در واقع میگفتن این هواداری رو دخالت میدید تو داستان. قسمت جذاب ناودیس. بگیم در مورد انتخابات نگیم علی؟ در مورد ناودیس ببینم چی داریم برای ناودیس این هفته. بیت کوین رفت بالا. ناودیس این هفته بیت کوین الان بهتره. من می‌خواستم در مورد کریپتوکارنسی صحبت کنم. آره تسلا رفت بالا واقعا و امیدوارم به نظر من کریپتوکارنسی اینوست کرده باشن واقعا. و کریپتوکارنسی به نظر من حالا خیلی ممکنه به این نتیجه خیلی قبل‌تر رسیده باشن، ولی به نظر من اومده که بمونه و اونایی که فکر میکنن کریپتوکارنسی یه سرابیه که از بین میره، یه نکته عجیبی که براتون بگم اینه که اگر اشتباه نکنم نزدیک 60
تا نماینده مجلس با پول کریپتوکارنسی وارد کنگره شدن و تمام نماینده های مجلسی که طرفدار کریپتو بودن تونستن رأی بیارن. رئیس جمهور این مملکت که ایلان ماسک باشه، نه ببخشید آقای دونالد ترامپ باشه و با استفاده از چون آخه یه سری میگن ایلان ماسک چون تو آمریکا متولد نشده نمیتونست رئیس جمهور بشه، یه روشی پیدا کرد که بتونه رئیس جمهور بشه بدون اینکه رئیس جمهور باشه و there is some truth to that. ولی به نظر من کریپتو is here و is gonna stay. یه اینوستمنت خیلی یه ذرم گرون شده ولی وقت هست. به نظر من هنوز به نسبت حتی اون عددهای 2021 عدداش پایین تره و وقت هست برای سرمایه گذاری. من روزی که لیگ شروع شد آره یه دیسکلیمر اولی بذار که this is not a financial advice. اینو اماد باید بذاره زیرنویس. روزی که لیگ شروع شد وقتی که پولار دادیم به من واسه لیگ گفتم من اینو کریپتو میگیرم، بعدش این وسط همینم یه کوچولو هم که سود چه این سودش شد یه کمیشو میدم به برنده، یه کمیش هم میگم آقا بابت عزیز خودم. چه اشتباهی که اون زمان فکر کنم مثلا روی نمیدونم چند بود، سپتامبر چند بود، فکر کنم زیر 60 بود، 50 بود. آره 50 خورده ای. آره اگه گرفته بودم الان برنده به جای مثلا $1000 نه اصلا یک سال پیش هم داج کوین اگه میگرفتی 6 سنت بود، الان 35 سنت دیگه. 40 شده دامداد جان. 40 وای دیگه ببینه 8 برابر این پول لیگ ما میشد الان $8000 حداقل. باز میرفتیم تجهیزات میخریدیم بازم به نظر من حالا ما که داریم خیلی خصوصی باید میگم ولی بازم زمان اشتباه اگر خریدیم زمان اشتباه. علی یه بار 2 سال 3 سال پیش تو فیفا اومد گفت آقا داش کوین بگیرین، گرفتیم ریخ پایین. الان همون موقع است، دقیقاً اون زمانم یادم رو 50 60 سنت گرفتیم تا همین زیر 10 سنت هم اومد. فکر کنم اینا اصلا این قسمت کلا کات کنم که ما برامون بار معنی چیز نشه باشه، مالی نداشته باشه. بامداد که طرفدار پروپاگورسه، حالا کریپتو نه ولی 100% بیت کوینه. آره واقعا به نظر من فیوچره دیگه باید پذیرفت و به قول علی اومدن اینا خیلی وقت دیگه اومدن که بمونن. البته از اون سری الان ویدیوها داره میچرخه، ویدیوهای در واقع رئیس جی پی مورگن که میگه آقا اینا no matter what حالا به 100k هم برسه 200k هم برسه at some point they're gonna shut it down. حالا اون دی ها قراره در واقع یا گاورمنت یا هر کسی هست و اعتقادش اینه که اون موقع دیگه it doesn't have any value. حالا حتی این تیکر واقعا کات کن چون ما دوست داریم که ما پرو بیت کوین و پرو کریپتو هستیم تو این پادکست. و آره دیگه تو هر فردی اون دیسکلیمر هم داریم it's not a financial advice, do your own research. و نه به نظر منم واقعا از اون مرحله‌ای که دولت‌ها بتونن رگولیتش کنن گذشته و دارم میگم دولت‌ها دقیقا مثل ماریجوانا هم یه تابویی بود دیگه. بعد انقدر نماینده پرو ماریجوانا رفت توی مجلس که الان تقریبا همه موافق ماریجوانا دیگه، اصلا کسی کاری نداره ماریجوانا چه مشکلاتی داشته و خیلی شبیه اون اتفاق میفته. هر نماینده مجلسی که طرفدار کریپتو بود وارد کریپتو شده، وارد کنگره شده و اینا شروع میکنن قانون ساختن، شروع میکنن رگولیشن ها رو پایین آوردن. خلاصه که من به نظرم بیت کوین با ما خواهد بود و یکی دوستی داشتیم گفتش یه بیت کوین ده خرید اون موقع که ارزون بود، ما نخریدیم ولی کاش که می‌خرید. خودش آیا خریده یا نه؟ اینم خودش نمیدونم اینجا نشسته. واقعا نه همچنان جا داره واقعا. من تو خودم فکر میکردم همین دیالوگ چند وقت پیش داشتیم مثلا بیت کوین به قول اماد اون موقع بود 50، از 50 تا الان 88 خودش چه آلموست 2 برابر شده دیگه. همین هیچ موقع دیر نیست برای کل این
حالا دوباره یه پول بک میکنه، همیشه فرصت هست، همیشه 70-80% پول بک میکنه، دوباره برمیگره دیگه. این سری باید عاقل باشیم، بیشتر اینوستد باشیم روی این داستان. خلاصه بازم اینم فاینانشال دیسکلی not financial advice. نهادی انگار خیلی عذاب‌تری بود از خوب بدزش و اینا طولانی نشد. انگار یه سری چیز داشتیم. آقا یه کامنت هم میگم راجع به بک‌گراند اماد که واقعا خیلی قشنگه دیگه، نورای پادکستی و آره خیلی حرفیه. آره ایول آره قشنگ فکر شده. خیلی هم عالی این هفته، به نظرم این تهش خیلی جذاب بود. شبتون بخیر. Blue would like to take this time to remind everyone that today is a table safe zone. At no time should Bills Mafia attempt to break the precious tables of Indiana.